سلام و درود به مستر مکانیک خوش اومدید. امروز میخوام در رابطه با فروش خود باهاتون صحبت کنم که زمانی که میخواید ماشینتون رو بفروشید چه نکاتی رعایت کنید. دوستان دقت داشته باشید قبل از اینکه خریدار بیاد ثبت آگهی کنید به قولنامه رسید، این کارها رو شما خودتون انجام بدید. برگه خلافی، مفاصل استوا، تمام اینا دستتون باشه، این کار رو انجام بدید. و مهمترین مسئله برگه کارشناسی رو خودتون بگیرید. قبل از اینکه کاری انجام بدید، سرویس روغنتون انجام بدید، میرید کارشناسی. تو اونجا ماشینتون هر عیب و ایرادی داشته باشه میگه، عیبی هم نداشته باشه تو اونجا تایید میکنه. ماشین بیرنگی از رنگ داره، تعریفی از هر چی باشه بهتون میگه. دوستان دقت داشته باشید وقتی سند دست شما باشه، ماشین آگهی میکنید میخواید بفروشید، طرفی که میخواد بیاد بخره هر ایرادی که داشته باشه میبره کارشناسی. خودش با هزینه خودش میبره کارشناسی، دیگه به هزینه شما نمیبره، خودش میبره کارشناسی. این نکته خیلی مهمه، دقت داشته باشید. چنانچه هر نکته‌ای رو کارشناس بعدی در بیاره، ایراد در بیاره، شما پاسخگو نیستید. کارشناسی که این برگه به شما داده پاسخگو. دقت داشته باشید برگه کارشناسی هم زمان داره. نرید برگه کارشناسی بگیرید بعد یه مدت برید کار فروش انجام بدید و بگید من برگه کارشناسی ام. تو اون برگه زمان نوشته، تا تایمی که اون زمان داره شما این کارو میتونید انجام بدید. پس دقت داشته باشید مدارک خلافیاتون همه شسته رفته باشه، برگه کارشناسی هم خودتون داشته باشید. مخلصم.